آقا افراد بلغمی چه نشونه‌هایی دارن؟ این افراد طبع سرد و تری دارن. رطوبت توی بدن اینجور افراد خیلی بالاست. پوست سفید، سرد و معمولا بدون جوش. موی نرم، نازک و کم‌پشت. بدنشون چجوریه؟ چاق، درشت با ماهیچه‌های بسیار نرم. سردی بدن زیاد، یعنی زیاد سردشون میشه. ویژگی‌های افراد: آرام، صبور، محتاط، هیچ موقع اهل ریسک نیستن. حافظه ضعیفتری دارن. کمتر تصمیم میگیرن. خواب زیاد و عمیق و کمی هم تنبل و کم تحرک. مشکلات شایع: چاقی، اضافه وزن، خواب آلودگی، بیحالی، مشکلات گوارشی مثل نفخ، ترشی معده و تنگی نفس حتی، و ترشح بیش از حد دهان. این که میگن شبا آقا ما خیلی آب دهنمون روی بالش میرزه و اینا، از همین طبعه. بلغمی، سرد و تر. چه غذاهایی باید بخورن؟ 1. غذاهای گرم و خشک مثل چی؟ عسل، زنجبیل، دارچین، خرما، گردو و ادویه‌جات. پرهیز از چه غذاهایی؟ برنج، دوغ، ماست، خیار، گوجه، هندونه. اینا به شدت سردی بالایی دارن و رطوبتشون هم خیلی بالاست. اینایی که بهتون گفتم، این غذاها. اگه سوالی داری حتما توی دایرکت برام پیام کن.